مرد روتین پوستی نداره آقا. روتین پوستی مرد جای چک خانومشه روی صورتش. همین. این نظر منه. مثلا یه دونه دختر داشته باشم. اسمش هم میدونی؟ نه من چی کارم که بخوام اسم انتخاب کنم؟ خانومم باید اسم انتخاب کنم. اصلا مردم از نباید در مورد اسم نظر بده. این نظر من. یعنی چی؟ هرچی دستور داد خانومم من بچه‌مون همون صدا اون که احترام زنت به جاست، اون اصلا یه بحث دیگه است که 100% همینطوره. احترام نه دستور بدهشون. من میگم اصلا دوست داری دستوری بده. مثلا پسر میگه که ما تایپ هم نیستیم. تایپ چی؟ کی به پسرها اجازه تایپ داشته باشن؟ تایپ پسر من نمیدونم چی. دختر برکت خداست. هر چی گیرت اومد خدا رو شکر کن. مثلا پسر شیمی رابطه ما به هم نمیاد. تو شیمی میفهمی؟ رابطه ما کار نمیکنه. رابطه باید کار کنه. تو باید کار کنی.